جدی هنوز زرشک پلو با مرغ میپزی برای مهمونات؟ یه باری مرغ دودی رو امتحان کن، مطمئن باش هم دستورش رو ازت میگیرن هم دفعه بعد میگن فقط همین رو درست کن. روی سطح مرغتون رو با چاقو چند تا برش بزنید که هم موقع پخت بهتر بپزه، همین که موقع مزه دار کردن مزه ها بهتر به خورده گوشت بره. زعفرون دم کرده غلیظتون رو روی مرغا بریزید، حسابی ماساژ بدید و مرغی که همیشه خسته است و اجازه بدید که استراحت کنه 1-2 ساعت. وقتی دو طرف مرغتون حسابی سرخ شد، روغن اضافه رو از مایتابه جدا کنید و یه پیاز داغ بگیرید. حالا یا خودتون پیاز داغ درست کنید یا مثل من تنبل باشید از پیاز داغ آماده استفاده کنید. بعد هم بهش آلو قیسی یا آلوچه خشک با توجه به ذائقه خودتون که دوست دارید ترش‌تر یا شیرین‌تر باشه اضافه کنید. بریم سراغ سس جذابش. 2 قاشق سس مایونز، نمک، فلفل و ادویه‌ای که براتون نوشتم اضافه کنید. زعفرون دم کرده غلیظ 1 استکان، آبم 1 استکان بریزید و حسابی هم بزنید که سس مایونز توش لخته نباشه. بریزید روی مرغتون، 1 ساعت و نیم اجازه بدید که بپزه. بعدم یه تیکه زغال رو روی آتیش حالا یا روی گاز سفید کنید، 1 قاشق روغن روش بریزید و سریع درشو بذارید. اجازه بدید یه رو با حرارت خیلی ملایم جوش ریز بزنه. امیدوارم درستش کنید، از خوردنش لذت ببرید. بفرستش واسه اون که همیشه زرشک پلو با مرغ میپزه وقتی میری خونش. من همینجا بهت قول میدم که بعد از دیدن این پست دیگه ناگت مرغ از بیرون نمیخری. برای شروع کار نون تست رو دورگیری کن و با یکم شیر بذار که کاملا خیس بخوره و خمیری بشه. حالا یه کاسه بزرگتر بیار. مرغ چرخ شده رو با آرد و ادویه ها و همون نون تست خمیری مخلوط کن. آخر سر هم یه تخم مرغ بهش بزن و با دستت خوب ورز بده. حالا باید 1-2 ساعتی بهش استراحت بدی. بعد از این مدت با دست خیس بهش شکل بده. اول توی آرد، بعد تخم مرغ و بعدم پودر سوخاری بغلتونش. حالا توی این مرحله هم میتونی فریزش کنی یا همون لحظه سرخش کنی و نوش جان کنی.